چه من میخوام میگم امروز من بیدار شدم و این بوی بتره چون مثلا 3 روز گذشت به من کار کرد این بویی خیلی بتره این بوی اونم گرفتن از 2 یا 3 مرد 2 از روسیه 1 قزاقی و از زنان که مثلا نمیشوید یعنی دریتا نمیگیرد اگه اونون مثلا نماز نمیخوند اونون دریتا نمیگیرد و اونون مثلا خیلی فرخنده پایین تر اونون مثلا بدن نمیشوید لباس نمیشوید اونون اینجا برود و خیلی کثیفند میباشد بعد از این خیلی بوی بتر اونون به قزاقند به من و به دیگه آدم و به همسایه و به دیگه مثلا آدم با که من کار کردم اونون مثلا میدهد و با این سبب اونون تمیز اما اونون مثلا بدن نمیشوید لباس اونون خیلی کثیفند کمتر از اونون تمیزه من مثلا تمیزم من هیچ وقت مثلا من دوست ندارم مثلا اگه لباسم کثیفه اگه مثلا بدن کثیفه 3 روز گذشت اونون به من خیلی بوی بتر کار کردند این بوی با ادرار و با اوراتو یعنی بوی این احمق به من کار کرد اینه خیلی بوی بتره این احمق دل خازر خواهد مثلا یه مریضه به من خواهد داد اما اونون میگه دروغه چون نه او مثلا ندارد پدر مادر من اونو نمیتونم من اونو دوست دارم و دیگه پرحرفی اونون میگه یعنی ما مثلا آدم ما نمیتونیم این یه دیگه خیلی بدتر صحبت میگوید با صدای یه دیگه و خیلی اونون خیلی بوی بدتر اونون کسیفنده اونان به من خیلی بوی بدتر کار کرده در مترو در تهران و در چالوسه 2 سال پیش گذشت یه روزه من درباره این گفتم به مردم ایرانیان و چی من اینجا رفتم اونان خیلی بوی بدتر به من کار کرد و من به ایران پلیس و به پلیس زنگ زدم و اینو گفتم چرا اونان این کردند اونان مخصوصا اونو کردند او خیلی کثیفی می باشد و آدم خود درباره اون فکر میکند که او بیشتر و مثلا لباس نمیشوید و این و از اون خیلی بوی بتره این مثلا اگه بوی بتر از آدم یعنی از زن یا از مرد می باشد این آدم حرمت نمی کند اونم مخصوصا این خیلی بوی بتر به من کار کردند اما من گفتم این مرد این زن این مرد این زن پیره دارد قبل از اون خیلی بوی بتر داشتند من به این در این وقت در 2 روز گذشت این صحبت کردم با مردها و زنها که مثل در ایران زندگی میکنند و اونون میدونند چون اونون به من مثل این مسخره بوی بتر در اینجا اولین اونون 2005 سال به من این خیلی بوی بتر کار کردن و بعد از 2015 سال و در خزر اونون کسیفند اونون کسیفند اما به ما را مثلا این کار کردن در خزر اونون نمیتونند این بوی بتر کار میکنن